سلام و درود به تمام پارسی زبانهای ایران زمین. من تیفام و اینجام تو داستانهایی که می نویسم و برات روایت کنم. از اونجایی که این ویدیو قسمت دوم و پایانی داستان دیدار پاییزیه، یا قبلش بریم یه دوره کنیم که تو قسمت اول چه اتفاقاتی افتاد. ولی اگه قسمت قبل رو ندیدی پیشنهاد میکنم اول اونو ببینی. چون این آنچه گذشتی که میگم فقط یه مرور و یادآوریه برای اونایی که قسمت اول رو دیده بودن. تو قسمت قبل ما شاهد این بودیم که شیدا برای جشن رونمایی از کتاب فروشیش 9 نفر از دوست قدیمی دوران دانشگاهشو دعوت کرده که با همین 9 نفر حدود 5 سال پیش از بهترین و باحال‌ترین اکیپ‌های دوستی دخترها به سر داشتن و 4 سال با هم بهترین روزهاشون رو گذرانده بودن. اما متاسفانه به دلیل کات کردن ستاره و شهاب که یه زوج عاشق و دوست داشتنی تو گروهشون بودن، رفاقت اعضای این گروه از بین رفت و بعد از تمام شدن دوران دانشگاه ارتباطشون با هم قطع شد. البته همگی با شیدا تو این 5 سال در ارتباط بودن و برای همینم دعوتش رو برای این جشن پذیرفته بودن. شهاب که برای همیشه به استرالیا مهاجرت کرده و از المیرا طلاق گرفته به ایران برگشته تا به گفته شیدا با ستاره‌ای که هنوز سینگله دوباره مثل گذشته ارتباطشون رو از سر بگیرن. و ستاره هم با علم حضور شهاب توی مهمونی دعوت شیدا رو قبول کرده. حالا میخواییم با هم بشنویم که قراره چه اتفاقاتی توی این مهمونی رخ بده. ولی باید بهت بگم که دلیل ستاره برای اومدنش به این جشن تا حد زیادی قابل قبول و محترمه. میدونی اون بعد کلی روی خودش کار کردن، تراپیست رفتن، موفق میشه بالاخره به زندگی عادی برگرده و یه نسخه موفق تری از خودش بسازه و میخواسته با این موقعیت که توش شهاب و همه دوستای عزیزش که روزی غرور و شخصیتش مقابلشون لگدمال شده بود روبرو بشه. به جای اینکه ازش فرار کنه به خودش ثابت کنه که از این مسئله گذر کرده. دوست داشته دوستای قدیمیش نسخه نجات یافته ستاره رو ببینن و اگه قرار باشه برای همیشه یه تصویر ازش به خاطر داشته باشن و با اون تصویر ازش یاد کنن، ستاره الان باشه. الان که خوشبخته، موفقه و خوشحاله. نه ستاره 5 سال پیش شکست خورده. برخلاف حرفی که شیدا به شهاب و دخترها در مورد سینگل بودن ستاره زده بوده، ستاره در واقع دیگه سینگل به حساب نمی اومد. به خاطر اینکه بعد از سالها بر حسب اتفاق با دوست دوران بچگیش که توی یه محل زندگی میکردن روبرو میشه. رفت و آمد خانواده‌هاشون با هم دیگه دوباره از نو سر میگیره و ارتباط این دوتا جدی‌تر و عمیق‌تر میشه. تا جایی که خانواده‌ها در مورد ازدواج اینها شروع به صحبت کردن میکنن و اینا شروع به قرار گذاشتن و آشناییت بیشتر میکنن و ستاره الان دقیقاً توی موقعیتیه که داره با مهیار بیشتر آشنا میشه. اسمش مهیار هستی. و اتفاقا مهیار از این که ستاره قراره توی این جشن حضور داشته باشه خبر داشته و با هم قرار گذاشته بودن که ستاره زیاد توی این جشن نمونه، یعنی حدود مثلا این ساعت بمونه و خیلی زود برگرده پیش مهیار تا با هم دیگه به رستوران مورد علاقش برن و یه شام رویایی و رمانتیک رو با هم دیگه بخورن. ستاره برای اینکه شیدا دستش ناراحت نشه و سوء تفاهم پیش نیاد از قبل این موضوع رو به شیدا گفته بود. وقتی خواست از مهمونی بره برای شیدا سوء تفاهمی پیش نیاد که چرا انقدر زود از مهمونی رفت، چرا بیشتر نمون، بهش بی‌احترامی نشه. برای همین ستاره از قبل خبر داشته که مهیار توی زندگیه، ستاره از اینا قصد ازدواج دارن. اینو اینجا تو ذهنت نگه داشته باش تا بعد بهش برسی. ستاره بیشتر از اون چیزی که انتظار داشته توسط دوستاش مورد استقبال قرار میگیره. خصوصا دخترها دورشو میگیرن، با هم خوشوبش میکنن، خلاصا خیلی تحویلش میگیرن دیگه. تو این بین تنها کسی که سکوت بوده شهابه.
سرش پایین بود، یعنی به هیچ کس هم نگاه نمی‌کرده، فقط به میز نگاه می‌کرده. اما تمام وجودش گوش شده بوده تا بشنوه که ستاره چه تغییراتی توی این مدت کرده و وضعیت و زندگی الانش چطوریه. ستاره هم مثل بقیه از دیدن وضعیت شهاب شوکه میشه، اما حقیقت اینه که دیگه اونقدر تو زندگیش اهمیتی نداشته که بخواد بابتش اونقدر ناراحت بشه. ولی با این همه دیدن حال خراب شهاب چیزی نبوده که براش راحت باشه. بالاخره هرچی نبوده توی گذشته یه روزی عاشقش بود. تو تمام مدتی که ستاره مشغول صحبت با مهناز و روزیتا و نازنین بوده، شهاب تمام حواسش رو داده بوده تا بتونه یه فرصتی پیدا کنه که تو تنهایی با ستاره صحبت کنه. ستاره به خاطر هیجان خودش و دوستاش تو بد و ورود فرصتش پیش نمیاد که بتونه سبد گلی که برای شیدا خریده بوده رو روی میزی که هدایای همه قرار داشته بذاره. برای همینم کاسه بلند شه بره سراغ اون میز تا سبد گلش رو اونجا بذاره. اما قبل از اینکه به این صحنه برسیم اشاره کنیم که الان شیدا تو چه وضعیتیه. اتفاقا ستاره یکم شک میکنه، اما تا میاد به شکش دامن بزنه با خودش فکر میکنه که خب نه دیگه، شیدا اگه با من مشکل داشت و از من خوشش نمیومد یا نمیخواست من اینجا باشم مثلا چرا به منو دعوت میکرد؟ و شیدا وقتی که ستاره وارد میشه میاد بغلش میکنه، کلی تحویلش میگیره و اینجوری بوده که خیلی خوشحال شدم، خیلی ازش تشکر میکنه که مرسی که اومدی توی مهمونی. برای همین هم به خودش به این نتیجه میرسه که بابا نه، خب شیدا بالاخره الان میزبانه، کلی درگیری و مشغله داشته واسه یه راه اندازی کتاب فروشیش، الان شلوغه دیگه، حالت عادی نداره و من نباید ناراحت بشم، کاملا طبیعیه و من نباید حساس بشم. اما حقیقت این بوده که شیدا واقعا از ستاره دوری میکرده، کلا از دخترها ولی از ستاره بیشتر، و الکی یعنی دیگه آدم چقدر میتونه مشغول درست کردن نوشیدن باشه، اون پاش خودشو مشغول درست کردن نوشیدنی و اینا میکرده، جوری که همه صداش میکردن که بیا کجا موندی، بیا یکم با ما باش، ما اصلا قهوه نخواستیم، ما از این حرف. ستاره همینطوری که زیر چشمی حواسش به شهاب بوده از جاش بلند میشه تا بره گلش رو روی میز بذاره. شهاب بلافاصله ضربتی از جاش بلند میشه از پشت، طوری که کشیده شدن پایه‌های صندلی روی زمین صدای بلند و دلخراشی رو ایجاد میکنه و همه یهو میرن تو سکوت. مجددا یه سکوت سنگین تو فضا حاکم میشه. اینجا دیگه دوستاشون میدونستن که این دوستا قرار با هم صحبت کنن و این اولی رویاروییشون بعد از 5 سال دوری و بیخبریه. انقدر کنجکاو بودن بدونن که این دوتا قراره چی به هم بگن که اگه دست خودشون بود یه میکروفون مخفی به لباس اینا وصل میکردن تا ریز جزئیات صحبتاشون رو بشنون. اما خب با سیاست خودشون رو مشغول صحبت و حالا بازی کردن با لبه فنجون و بازی کردن با گلای روی میز نشون میدادن که میگن ما حواسمون به شما نیست، در صورتی که تمام حواسشون به این بوده که الان شهاب ستاره چی میگه و ستاره چی جوابشون. زیر چشمی به صورت شیفتی این دوتا رو زیر نظر گرفته بودن، یعنی نوبت اون یکی که تموم میشده قبل از اینکه دستشون رو بشه این یکی شیفتش میرسه، با ایما و اشاره و لبخونی وضعیت رو به هم دیگه گزارش میکردن. انقدر دقیق و منظم و سازماندهی شده. ستاره وقتی سبد گل روی میز میذاره سایه شهابو که پشت سرش ایستاده بوده میبینه. شروع میکنه به تون تون نفس عمیق کشیدن تا بتونه به خودش مسلط بشه، ولی بر نمیگرده سمت شهاب. وضعیت شهاب به مراتب بدتر بوده. تیک عصبیش فعال شده بوده، ناخوناشو میجاییده، نمیتونسته روی 2 پا تعادلش رو حفظ کنه، مدام این پامپا میکرده. زبان بدن ستاره شخصی رو نشون میده که به نقاط قوت و ضعف خودش به طور کامل آگاهی داره، به خودش اعتماد داره. تو لحظه بحرانی که باهاش مواجه میشه تمام تلاشش رو میکنه تا بتونه به بهترین شکلی که از خودش سراغ داره مدیریتش کنه. اما زبان بدن شهاب شخصی رو نشون میده که عصبیه، استرسیه و بلد نیست چطوری میتونه با موقعیتی که براش پیش میاد مقابله کنه. کاملا بیقراره و همین موضوع باعث میشه که لحظه به لحظه وضعیت روحی و جسمیش بدتر بشه. تو همچین وضعیتی قدرت تعقل و تمرکز فرد به شدت پایین میاد و باعث میشه که اون فرد نتونه تصمیمات درستی بگیره، دچار تصمیمات آنی، هیجانی و لحظه‌ای بشه که میتونه این موقعیت بسیار خطرناک هم برای خودش
و هم برای اطرافیانش باشه. بالاخره شهاب با هر جون کردنی که بوده دهان باز میکنه و به ستاره میگه خیلی خوشحالم که بعد مدت‌ها دارم میبینمت. بین ما لااقل حال تو یکی خوبه. من به همینم راضیم. ستاره اون حرفی که تو دلش بوده رو به زبون میاره و میگه ولی من خیلی ناراحت شدم که تو رو تو این وضعیت دیدم. بعد با این که براش خیلی سخت بوده میچرخه به سمت شهاب و صاف توی چشمش سر میزنه و ازش میپرسه ولی تو چرا خوب نیستی؟ تو چرا حالت خوب نیست؟ تو که رفته بودی تا به آرزوات برسی. چرا خوشحال نیستی؟ شهاب هول میکنه و نگاشو میدزده. زل میزنه به گله روی میز و رسما سوال ستاره رو بی جواب میزنه. ستاره بی توجه به چهره مایوس و شکست خورده شهاب و انگشت حلقه دست چپ شهاب اشاره میکنه که خالی بوده و بهش میگه شنیده بودم ازدواج کردی. فکر نمی‌کردم اینجا تنها ببینمت. و واقعا هم همین بوده. ستاره فکر می‌کرده الان شهاب دست المیرا خانم میگیره و با اون میاد جشن. میدونی؟ یعنی با همچین صحنه‌ای قرار بوده مواجه بشه توی ذهن خودش. شهاب تکون نامحسوسی میخوره، دست پاچه میشه و لباش به طرز استرس‌گونه‌ای از هم کش میاد که هیچیش به لبخند نمیخورده. به ستاره میگه آره ولی مدتیه که از هم جدا شدیم. راستی من میخواستم ببینم اگه امکانش هست. از تصور حرفی که شهاب قصد داشت بزنه ابروهاش بالا میره و همون لحظه صدای زنگ موبایلش آرامش قبل از طوفان جمع رو به هم میزنه و حرف شهاب نیمه کاره میمونه. با دیدن اسم مهیار چشمش برق میزنه از خوشحالی و حرفی که شهاب قرار بوده بهش بزنه رو فراموش میکنه. و تمام این اتفاقات جلوی چشمای شهاب پر از استرس و نگرانی اتفاق میفته. قفسه سینه شهاب به شدت بالا پایین میشده. نفس میزده و اصلا حال خوبی نداشته. از اون طرف مهیار پشت فرمون اون سمت خیابون منتظر ستاره بوده که تا با هم دیگه به رستوران برن. ستاره دلش پر میزد که هر چه زودتر با دوستاش خداحافظی کنه و خودش رو به مهیار برسونه. برای همینم هیچ توجهی به حالت غیر طبیعی شهاب نداشت. تنها کسی که حواسش به حال خراب شهاب بود شیداست. دقیقاً مثل 5 سال پیش که یه گوشه بی تحرک تو سکوت خالص شاهد اتفاقات بود. ولی بقیه به سرعت دور ستاره رو میگیرن و شروع میکنن سوال پیچ کردنش که میخواید بری؟ خبریه؟ کی بود پشت تلفن؟ بابا شیدا که گفته بود تو سینگلی؟ تو این لحظه نگاه ستاره به صورت سرد و خشک و عاری از هر گونه احساسی میافته. خیلی شیدا داشته بهش نگاه میکرده. در حالی که همه هیجان زده بودن و ذوق داشتن و کنجکاو بودن که بدونن ستاره با کیه. به شیدایی که خبر داشته از قبل الان ستاره انتظار داشته شیدا بهش لبخند بزنه ولی داشته کاملا بی‌حس نگاش میکرده. ستاره برای چند لحظه گنگ نگاش میکنه. بهتر بگم برای آخرین بار. و کنجکاوی دوستاش بهش اجازه اینو نمیده که بخواد به چیزی فکر کنه. با خنده شروع میکنه به تعریف کردن داستان آشنایی خودش و مهیار. شهاب با سر پایین ایستاده بود پشت سر دوستاش که دور ستاره رو گرفته بودن و داشته همه حرفا رو میشنیده. و هیچ کس هم حواسش بهش نبود. درست مثل شیئی که یه گوشه ای از خونه هست، یه جایی رو اشغال کرده ولی هیچ کس نمیبینش نمیشنوش. و آدما با حواس پرتی وقتی با شتاب از کنارش رد میشن بهش برخورد میکنن و باعث میشن روی زمین بیفته، بشکنه و قطعه بشه. و این دقیقاً حال و روز شهاب بود. ستاره با خوشحالی از کلی عشق و آرزوی خوب از سمت دوستاش و شوق قرارش با مهیار از کتاب فروشی همرفیق بیرون میزنه. ولی متاسفانه هیچ وقت پاش به ماشین مهیار در اون سمت خیابون نمیرسه. چیزی که تو اون لحظه هیچ کس به جز شیدا متوجهش نبوده، باز هم به جز شیدا، این بوده که شهاب بعد از ستاره از کتاب فروشی بیرون میزنه. اینطور نبوده که وقتی ستاره از کتاب فروشی میره بیرون در بسته بشه بعد دوباره شهاب بیاد در رو باز کنه و بره بیرون. نه، وقتی که ستاره میره قبل از اینکه در بسته بشه شهابم میاد بیرون.
خودش از پشت سر به ستاره‌ای که در حال رد شدن از خیابون بوده میرسونه و دستش رو دور گردنش حلقه میکنه و همراه خودش جلوی ماشینی که با سرعت در حال رد شدن از خیابون بوده پرت میکنه. مهیار شاهد تمام این اتفاقات بود و تا از ماشین پیاده بشه و خودش رو به ستاره برسونه، شهاب که خیلی نزدیک ستاره بوده اونو میگیره و همراه خودش جلوی ماشین پرت میکنه. جمجمه ستاره میشکنه و سرش غرق در خون میشه. شهاب هم که سرش ضربه دیده بوده بیهوش کنار جسم بیجون ستاره میافته. صدای تصادف و فریادهای دلخراش و ناراحت کننده مهیار باعث میشه که خیلی سریع مردم جمع بشن، با پلیس و آمبولانس تماس بگیرن و همه این صداها باعث میشه توجه دوستای ستاره و شهاب از توی کتاب فروشی به بیرون توی خیابان مقابل درای تمام شیشه‌ای کتاب فروشی جمع بشه. دقیقاً توی لحظه انگار تازه متوجه میشن که اون مجسمه‌ای که با حواس پرتی شکوندن تیکه های تیزش توی پاشون فرو رفته. پاشون زخم کرده و سوزش و درد طاقت فرساش امونشون رو بریده. هیچ کس، حتی شیدا که از اول تا آخر این ماجرا رو آگاهانه تماشا میکرد، نمیتونست باور کنه این صحنه‌ای که مقابل چشمشون شکل گرفته واقعی باشه. از ستاره‌ای که تا همین چند لحظه پیش شوق و هیجان دیدن پارتنرش رو داشت دیگه زنده نباشه. حالا 3 ماه از اون جریان میگذره و خانواده شهاب جسدش رو به خاک میسپارن. ستاره همون لحظه به دلیل ضربه شدیدی که به سرش خورده بوده تموم میکنه. اما شهاب تا 3 ماه توی بیمارستان بستری بوده و از شدت درد تموم میکنه. جوری بوده که عوامل بیمارستان هر روز این 3 ماه رو انتظار میکشیدن و فکر میکردن که الانه که دیگه تموم کنه. ولی طوری بوده که جونش رو به لبش میرسونده اما راحتش نمیکرد. و اما شیدا، کسی که این سناریو رو نوشت، با اینکه اونطوری که دلش میخواست پیش نرفت، یعنی از اول تا آخرش رو کار کردن، خودش از پایان نمایشی که راه انداخته بود شوکه شد. اون قرار بود کاری کنه که به شهاب برسه، ولی نمایشش طوری پیش رفت که شهاب برای همیشه از دست داد. یادت گفتم شهاب رفیق شیدا بود ولی ستاره دوستش. شیدا همون اوایل رفاقتش با شهاب یه دل نه 100 دل عاشقش میشه و هر روز منتظر یه نشونه و حرکتی از سمت شهاب بوده که به هم اعتراف کنن و وارد رابطه بشن. ولی نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه شهاب دوست شیدا میشه. شهاب همونطوری که شیدا دلش میخواسته عاشقش بشه عاشق ستاره میشه و قبل از اینکه شیدا فرصت کنه راهی پیدا کنه اینا با هم وارد رابطه میشن و به مرور زمان حس و عشقشون جدی‌تر و عمیق‌تر میشه تا جایی که تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن و این خبر شیدا رو رسما دیوونه میکنه که منجر به نقشه کشیدن برای از بین بردن رابطه شهاب و ستاره میشه. اینکه چطوری و چرا شیدا موفق میشه که نقشش رو عملی کنه برمیگرده به رفاقتی که این دوتا با هم دیگه داشتن. یعنی شهاب رو حساب این که خب شیدا رفیقمه و خوب منو میخواد و هرچی بگه برای خودمه، از اول نسبت به حرفایی که شیدا در مورد رابطش با ستاره میزده گاردی نمیگرفته. متوجه این نبوده که وقتی شیدا رابطش انقدر با ستاره خوبه چطور میتونه پشت سرش پیش من حرفایی بزنه که اگر ستاره بود هرگز نمیگفت. اعتماد زیادش به شیدا و اون کمک‌های مالی و خرجایی که شیدا براش می‌کرده به مرور زمان باعث میشه که شیدا براش خیلی مقدس و الگو باشه، میدونی؟ خاطر اینکه بچه پولدار بوده، چیزی که شهاب نقطه ضعفش بوده که هیچ وقت بچه یه خانواده پولدار نبود. از این جهت مشخص شد که شهاب از اول به پول خیلی اهمیت میداده و با ستاره همیشه راجع به صحبت میکرده و اینجوری بوده که دوتایی با هم کار میکنیم، تلاش میکنیم و اون زندگی که میخوایم و فلان خونه و ماشین و فلان درآمد رو با هم دیگه میسازیم. از طرفی هم وقتی میگم که
شهاب شیدا رو مثل الگوش میدیده به خاطر این بوده که خرجای آنچنانی شیدا همیشه شهاب رو تحت تاثیر قرار داده و کم کم داستان میرسه به جایی که شهاب با خودش فکر میکنه من باید با شیدا و امثال شیدا بیشتر بگردم، دقت کنم ببینم که اینو چطوری فکر میکنن، چطوری میخورن، میپوشن، چطوری میگردن، چی کار میکنن، چجوری زندگیشون مدیریت میکنن، منم همون کارو بکنم تا مثل اونا پولدار بشم. شهاب یه همچین بک‌گراندی تو ذهنش داشته و روز به روز هم تقویتش میکرده، چیزی که خیلی به نفع نقشه شیدا بوده. اصلا شیدا برای همین از این در وارد داستان میشه، به خاطر اینکه نقطه ضعف شهاب و طرز فکرش رو به خوبی متوجه شده بوده. شروع میکنه دم گوشه شهاب حرف زدن که آره ستاره دختر خوبیه ها، ولی قدش به قد آرزوهای تو نمیرسه. برای یه رابطه موقت خوبه، ولی اگه تو میخوای آینده‌تو بسازی باید دنبال کسی باشی که بال پروازت باشه، نه کسی که خودش لنگ اینه که یکی کمکش کنه تا یه زندگی سطحی و خیلی معمولی رو بتونه تشکیل بده، دلش هم خوش باشه که داره زندگی میکنه. انقدر این روزه رو تو گوش شهاب میخونه تا خوب ملکه ذهن شهاب بشه. عادی سازی کردن از هنرهای شیدا بوده که تونست شهاب رو قانع کنه جداییش از ستاره اصلا کار بد و شرم‌آور و اشتباهی نیست، میدونی؟ فقط یه بار زندگی میکنی و این حق مسلمه توی که همچین تصمیمی رو بگیری و از ستاره هم یه دختر عاقل و فهمیده است، قطعا احساسات تو رو به خوبی درک میکنه، دست تو ناراحت نمیشه. شهاب که کم کم داشته نرم میشده، شیدا میره سراغ پلن بعدی. حالا پلن بعدی چی بود؟ تو تمام مهمونی‌های دوستانه و خانوادگیشون که همکارا و دوست خانواده‌اش حضور داشتن و همشون هم افراد موفق و پولداری بودن، شهاب رو با خودش میبرده تا شهاب از نزدیک با این آدم‌ها ارتباط بگیره، زندگیشون رو ببینه و بیشتر و بیشتر روش تاثیر بذاره و اگه حتی 1% توی جداییش از ستاره شک داره، اون شکش به یقین تبدیل بشه. همینطور هم میشه. شهاب برق اون تجمل و پول چشمای عقلش رو کور میکنه و توی یکی از این مهمونی‌ها با المیرا آشنا میشه. اینجا شیدا هیچ خبر نداشته از داستان. این دوتا سریع با هم وارد رابطه میشن. یکم که میگذره المیرا خیلی از شهاب خوشش اومده بوده. بهش میگه عزیزم، جوونی و جذابی از تو، پول و خونه و ماشین و هر چی که بخوای از من، بیا با هم عروسی کنیم. شهاب هم که از خدا خواسته قبول میکنه. این میشه که بلافاصله با ستاره کات میکنه. درسته که شیدا موفق شد رابطه این دو نفر رو به هم بزنه، ولی به مقصود نهاییش که رسیدن و بودن با شهاب بود نمیرسه و باعث میشده که احساس شکست شدیدی بکنه. اما گاهی با فکر کردن به این که خب شهاب اگه با من نیست، لااقل که با ستاره هم نیست، قلبش آروم میگرفته، ولی تا یاد المیرا میافتاده دوباره حالش خراب میشده، از ته اعماق وجودش میسوخته. مرتبا خودش رو سرزنش میکرده که اگه من اینو تو مهمونیا نیاورده بودم و کاری میکردم که فقط با خودم بگرده، الان قضیه فرق میکرد. از اون طرف هم در حقیقت شهاب هیچ وقت در این مورد راجع به شیدا فکری نمی‌کرده. یعنی همیشه اونها یه دوست مایه‌داری میدونسته که خب حالا یه پله‌ای میشه برای رسیدن به جاهای بالاتر و موفق شدن. حتی تو تصوراتش هم نمی‌گنجیده که دختری مثل اون ازش خوشش بیاد. به خاطر همین انقدر اینو محال میدونسته که حتی احتمال اتفاق افتادنش رو توی ذهنش به کلی حذف کرده بوده. از یه طرف دیگه شیدا رو همیشه کسی دیده بوده که با این که پول داره ولی همیشه دنبال پول بیشتره و تمام تلاشش اینه که از سطحی که هست بالاتر و بالاتر و بالاتر بره و تو فکرش این بوده که خب اگر بخواد با کسی اوکی بشه، قطعا یه پسریه که از خودش وضعیت مالیش خیلی بالاتره. انصافاً افکار شهاب همچین میرا هم نبوده، چون سبک زندگی و حرفا و رفتاره شیدا دقیقاً گویای همین مطلب بوده. مهاجرت شهاب و المیرا از اونجایی که المیرا از قبل ویزای استرالیا رو داشته، هر اتفاق میفته. خاطر همین عملاً شیدا دستش برای هر گونه حرکتی بسته میشه. یه موضوع قابل توجهی که در مورد شیدا هست اینه که این دختر
نسبت به پسرایی که واسه باشون وارد رابطه بشه به شدت پارانوید بوده. همش تو فکرش از این میترسیده که نکنه این پسری که بخوام باش وارد رابطه بشم منو به خاطر پولم بخواد. بعد که عاشقش شدم همه دارویامو بالا بکشه، بهم خیانت کنه و با دختری که واقعا دوستش داره بره با پولای من خوش بگذرونه و خوشحال و خوشبخت زندگی کنه. به خاطر همین ترسش و شک و بدبینی که داشته به پسرها نمیتونسته با هیچ کس وارد رابطه بشه. یعنی تو این سالا همیشه سینگل بوده. دلیل اینکه انقدر شهابو میخواستم به خاطر این بوده که میدونسته کاملا خودش متوجه شده بوده که شهاب هیچ حس و فکری راجع به اون نداره و از این جهت خیالش از شهاب راحت بوده که شهاب اگه با من دوسته این همه سال به خاطر خودمه، چون مگه توی دوستی و رفاقت چقدر میشه خرج کرد، چقدر میشه هزینه کرد، مگه اون چقدر میتونه از مال و دارایی های من بهره ببره که بخواد ازم سوء استفاده کنه. پس اگه با هم رفیقه فقط به خاطر خودمه، حسش بهم قلبیه. برای همین تلاش میکرده که به چشم شهاب بیاد و اونو عشق زندگیش میدونسته. جالبه شیدا دقیقاً از نقطه‌ای وارد زندگی شهاب میشه و زندگیشو با ستاره به هم میزنه که برای خودش خط قرمز و بزرگترین ترس زندگیش بوده. خلاصه شیدا که امیدش از شهاب قطع میشه به شدت خودشو مشغول کار میکنه و توی این مدت هم با هیچ کس وارد رابطه نمیشه. زندگیشو با تنهایی سپری میکنه. اینجوری بوده که از بیرون خیلی خوشحال و موفق و شروع و پر از دوست و رفیق و آشنا، ولی از درون تنها. تصمیم میگیره برای فرار از این تنهایی و پر کردن خلاهای درونیش یک کتاب فروشی تأسیس کنه. و دقیقاً همزمان با کار تأسیس کردن کتاب فروشیش شهاب برمیگرده ایران و باش تماس میگیره. شیدا با دیدن شهاب دوباره حالی به حالی میشه. وقتی خبر طلاقش از المیرا رو میشنوه دیگه رو ابرا بوده. ولی خب حقیقتی بوده که وضعیت روحی و جسمی شهاب خیلی داغون بوده دیگه و شیدا با خودش فکر میکرده که خب من خودم درستش میکنم، از نو میسازمش، ترکش میدم، ول میکنم. ولی وقتی میفهمه دلیل طلاق شهاب و المیرا ستاره است دوباره وا میره. شهاب برای شیدا تعریف میکنه که بعد از ازدواج با المیرا به همه اون چیزی که میخواسته میرسه، ولی بعد یه مدت میبینه حالش خوب نیست، احساس خوشبختی نمیکنه و متوجه میشه که اگر ستاره کنارش بود واقعا خوشبخت میشد. حالش بد میشه، دچار افسردگی میشه و این افسردگیش چه شدت پیدا میکنه. هی با خودش فکر میکرده که عجب کاری کردم، من میتونستم همه اینا رو خودم به دست بیارم. میدونی با اینکه همه اینا رو داشته ولی حس این داشته که اینا هیچ کدوم مال من نیستن. هیچ کدومشون اینجوری نبوده که من خودم تلاش کرده باشم به دستشون باشم. اینا رو از سر لطف یا حتی منت از المیرا به دست آوردم. و چه فایده وقتی ستاره کنارم نیست؟ نبود ستاره، این حال بعدشو، احساس پوچی و افسردگی همشون دست به دست هم میدن تا میل شدیدی به مصرف مواد مخدر پیدا کنه. قد زیاده روی میکنه که المیرا از خونش بیرونش میکنه و ازش طلاق میگیره. المیرا هم که دیگه بعد از ازدواج با شهاب اعتماد به نفس این که به خاطر پولش با یه پسر جوون و جذاب دیگه ازدواج کنه پیدا کرده بوده، به راحتی بیاره سراغ این که یه نفر دیگر رو جایگزین شهاب کنه و حاضر نمیشه تو حال بدی و روزای سخت شهاب کنارش بمونه. و حالا اینجای کار تنها امید شهاب برگشتن به ایران و برگردوندن ستاره به زندگیش بوده. وقتی شیدا اینو میفهمه دوباره همه اون کاخ آرزوهایی که با شهاب توی ذهنش ساخته بوده رو سرش خراب میشه. چیکار میکنه؟ میره دوباره سراغ پلن بعدی. پلن بعدیش چی بوده؟ گفته بودم که شیدا از سینگل نبودن ستاره خبر داشته ولی خلافش رو به شهاب و دخترها میگه. به خاطر همین بوده دقیقا. اینجوری بوده که آره شهاب عزیزم، دوست خوبم، من یه قراری رو جور میکنم که تو ستاره رو ببینی. آره ستاره سینگله، میتونی تو یه شانس دوباره ای داری که تلاش کنی و اونو برگردونی. حتی فکرش اینجور بوده که خب
من که میدونم ستاره سینگل نیست و مهیار تو زندگیشه. وقتی شهاب به این امید میاد تلاش میکنه و بعد میبینه که ستاره دیگه تنها نیست، چی میشه؟ دیگه مجبور میشه که بیخیال این قضیه بشه و برای همیشه از ستاره دست بکشه. اون وقت شهاب مال من میشه. به اطرافش نگاه میکنه و میبینه هیچ کسی دیگه نمونده به جز شیدا. و شیدا فرصت اینو پیدا کنه که به چشم شهاب بیاد و اون عشقی که به ستاره داشت و به شیدا بده. چیزی که شیدا تو کل زندگیش ازش محروم بود با وجود تمام دارایی هایی که داشت. اما غافل از این که هیچ خوشبختی با خراب کردن خوشحالی و خوشبختی یکی دیگه ساخته نمیشه. و اینجا پایان غم‌انگیز ستاره، شهاب، مهیار و شیدایی که قاتل خاموش این داستان بود. توی کامنت ها به هم بگید به نظرتون از بین شخصیت ها کدومشون عاشق واقعی بود و اینکه اگر شما جای ستاره بودی دعوت شیدا رو قبول می‌کردین؟ در آخر لازمه که یه توضیح کوچولو راجع به این داستان بهتون بگم. داستان دیدار پاییزی که الان براتون روایت شد حدوداً 28 صفحه است، اما نسخه PDFش حدوداً 16-17 صفحه است. و با نسخه PDFش یه سری تفاوت‌ها داره به دلیل اینکه کلاً حالا سناریو توی نسخه PDFش پایانش باز بود و اینکه خب وقتی می‌خوای داستانی روایت کنی یکم داستان طولانی‌تر میشه، جزئیات بیشتر میشه و. اما در کل این داستان یه نوع وان شاتی از یه داستان کوتاه دیگه به اسم علاقه شدید قلبیه که توی کتاب صندوقچه دل که مجموعه داستان کوتاهه نوشته شده توسط بنده. 2-3 سال پیش چاپش کردم و بر حسب اتفاق تصمیم گرفتم که داستانشو به صورت وان شات برای یه چالش گروهی با یه سری از همدوری ها که قرار شده بود یه داستانی رو گروهی بنویسیم و با همدیگه صدای راوی و شخصیت‌های داستانش رو گویندگی کنیم و ضبط کنیم و بعد به صورت پادکست منتشرش کنیم. اما خب متاسفانه به دلیل کارشکنی‌های کسی که قرار شده بود نقش راوی ما رو بازی کنه ما موفق نشدیم که هیچ این کار رو جمع کنیم و اون زمان به انتخاب اعضای گروه من کسی بودم که قرار بود داستان رو بنویسه و شخصیت مهناز و دیالوگش رو ضبط کنم. وقتی که این اتفاق نیفتاد گفتم که خب چه تصمیم بهتر از این که ویدیو و داستان اول یوتیوبم با این داستان شروع بشه و شما بشنوینش. اینم بگم که داستان علاقه شدید قلبی که در واقع دیدار پاییزی یه وان شات ازش بر اساس واقعیته، یعنی 2 واقعیت با هم ترکیب شدن یه داستان. اما دیدار پاییزی واقعیت نداره، منتها کسی چه میدونه، شاید یه گوشه از این دنیا یه شیدا و شهاب و ستاره دیگه‌ای باشن که الان درگیر همچین وضعیتی هستن و امیدوارم که قبل از اینکه دیر بشه این داستان به گوششون برسه و دیدشون رو نسبت به خوشبختی عوض کنه. ازت ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودی و مرسی که چشمای قشنگ تو، حلزونی نازنین گوش تو برای دقایقی صرف شنیدن و دیدن داستان من کردی. من برم داستان بعدی رو بنویسم. پس تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.